تشکر زیاد و به سوال دیگر میگذاریم. اینجا از جانب تماشابینان ما سوال آمده رسیده است و این سوال نیز مانند به همین است، درباره حج است و یعنی گشتن، دور زدن در صفا و مروه. یک مراتب رفتن این به یک حساب می شود یا اینکه از صفا به مروه یک حساب می شود یا اینکه از صفا به مروه رفتند و باز برگشتند بعد یک تا دور حساب می شود؟ همین را عادی‌تر و ساده و عام‌فهم روشن می‌کردید برای تماشابینان ما. وقتی که طواف را به انجام رسانیدید و 2 رکعت نماز طواف را خواندید، یک آمده به سوی حجرالاسود اشاره میکنید، بسم الله الله اکبر میگوید، اگر امکانیت باشد میبوسید، اگر امکانیت نباشد آمده آب زمزم میخورید و بعد به کوه صفا میبرایید. وقتی که به کوه صفا برآمدید، از کوه صفا به مروه میروید. به مروه که رسیدید یک شوط حساب میشد، یعنی یک دور حساب میشد. این سوال دهنده سوال دادن که 14 مراتب کردند، یعنی که از صفا به مروه رفتند و از مروه به صفا آمدند، بعد همین را یک حساب کردند. درست؟ قول صحیح و قول جمهور علما این است که از صفا وقتی که به مروه می رود یک حساب می شود، از مروه به صفا می آید 2 حساب می شود، می رود 3 به مروه، می گردد به صفا می بیاید 4، باز می رود به مروه 5، می آید به صفا 6، می رود به مروه 7. با همین صفا مروه به آخر می رسد. این سوال دهنده شما میگوید که من 14 مراتب کردم. خلاصه از یک رفت و آمد را یک مراتب حساب کردم. عمره این که صحیح است برای آنکه 7 را اجرا کرد، فقط 7 اضافگی کرد. اصلا قصداً در عبادت یک چیزی را زیاد کردن اجازت نیست و این انسان از سبب جهل و نادانی کرده است و با وجود این بعضی مذهب ها رفت و آمد را هم یک حساب کرده است، اگرچه قول ضعیف است مانند قول حافظ ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه، لیکن عمرهش صحیح است. یک رفت و یک آمد الکی 2 حساب می شود. والله تعالی اعلم. تشکر. الله تعالی از شما راضی باشد.